ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори дуюм. او به همه شهر دولت‌های یونانی آسیای خرد نیز وعده داد که اگر تسلیم شوند آزادی‌ها و امتیازهای آنها را نگاه می‌دارد. اما هم کریس که به قوه خود باوری کلان داشت و هم شهرها پیشنهاد او را رد کردند. تنها شهری میلیت دوراندیشی ظاهر کرده این دعوت را قبول کرد. بعد این در نزد دریای گالیس زد و خورد خونین به عمل آمد، اما غلبه نصیبی هیچ کدام از طرفها نشد. کریز به پایتخت خود شهری سرد برگشت تا که برای محاربه آینده خوبتر تیاری بیند. او از اتفاقچیش اسپارتا خواهش کرد که در بهار، یعنی تقریباً بعد 5 ماه، برای یاری لشکر فرستد. به شاه بابل نبانید برای بستن اتفاق حربی مراجعت کرد و جنگاوران زرخرید یونانی را که در لشکرش بودند تا بهار به خانه‌هایشان جواب داد. در این میان کوروش غیر چشم داشتی کریز فرصتی به عمل آمده را غنیمت شماریده لشکری خود را از نو مرتب نمود و مسافه طولانی را با سرعت طی کرده به شهری سرد رسید. کریز مجبور شد لشکری خود را برای محاربه به دشت نزد شهر برآورد. در زد و خوردی به عمل آمده لیدیگی ها شکست خورده به شهر قفا نشستند. بعد 14 روزی محاصره لشکری فارس ها شهری سرد را اشغال کرد. این حادثه در بین ماه‌های اکتبر دکبر سال 547 تا میلاد رخ داد. اتفاقچیان لیدیا فرصت نیافتند که به یاری بیایند. کوروش عالی همتی ظاهر کرده کریزی به اسیری افتاده را عفو کرد. او تبال نام فارس را حاکم لیدیا تعیین کرده. در شهری سرد دسته جنگاوران فارس را جایگیر نمود و خودش به هنگمتانه برگشت. بعد رفتن او لیدیگی ها شورش برداشتند، اما لشکری فارس ها با سرداری مزر آمده شورش را پخش کرده شهرهای دیگری آسیای خرد را نیز اشغال نمود. بعد مزر گرپاگ مات حاکم لیدیا تعیین شد و شهرهای باقی مانده یونانیان آسیای خرد را تصرف نمود. این همان گپاگی بود که در اشغال کردن مات به کوروش یاری داده بود. طوری که می‌بینیم کوروش به شخصانی صادق و لیاقتمند منصب‌های بلند دولتی را می‌داد و در اکثر مورد آنها وظیفه‌های به دوششان گذاشته را عهده برایانه و با مسئولیتی تام اجرا می‌کردند. درباره ایران شرقی و آسیای مرکزی را اشغال کردن کوروش، مورخان یونان قدیم و سرچشمه‌های دیگر معلومات خیلی ناچیز و پراکنده دادند. تمام عالمانی که درباره هخامنشی‌ها اثر نوشتند این معلومات را استفاده بردند. هرودوت نوشته است که بعد لیدیا را اشغال کردن کوروش در سری راه او بابوری ها، باختری ها، سکایی ها و مصری ها می ایستادند. به قول کتیسی در جنگ با باختری ها کوروش گاهی موفق می شد و گاهی ناکام. باختری ها تنها بعد فهمیدن آنکه کوروش پسری شاهی ماد
استیک بوده است از مقابلت دست کشیده به او تابع شدند. از این اخبار برمی آید که کوروش توانست با راهی گفت و شنید باختری ها را به بس کردن جنگ مایل سازد. کتیسی همچنین درباره سرزمین سکایی های خومورگ را اشغال کردن کوروش خبر داده است. به فکر برخی از عالمان اینها سکایی هایی بودند که در آن طرف سیردریا زندگی می کردند. مورخ یونانی پلینی نوشته است که کوروش شهر کپیسه را ویران کرد و این شهر در شمال کابل جایگیر بود. آریان باشد از هجوم کوروش بر سرزمین هندوها یادآور شده است. سبب چنین اخباری کوتاه دادن مورخان ذکر شده یونانی درباره جنگ‌های کوروش در ایران شرقی و آسیای مرکزی انیق معلوم نیست. شاید تنها درباره این کشورهای دوردست شرقی معلومات کافی نداشتند. در رابطه با این مسئله یک اخبار هیرودوت جالب دقت است. او تأکید کرده است که تنها درباره جنگ‌های به فارس‌ها دشواری‌های زیاد آورده نقل می‌کند. در اساس این اخبار ما می‌توانیم خلاصه برآوریم که اکثریت کشورهای ایران شرقی و آسیای مرکزی بی جنگ به هیئت دولت هخامنشیان داخل شدند. احتمال بعد آنکه نیرومندترین دولت این منطقه باختر اختیاراً به اطاعت کوروش درآمد، سوخت، خوارزم و دیگر کشورها نیز به آن پیروی کردند. درباره لشکرکشی‌های کوروش به مرزهای آسیای مرکزی سخن رانده یک اخباری خیلی جالبی کتیسی را یادآور شدن به مورد است. کتیسی می آورد که جنگاوران باختری به مقابل کوروش عزم قوی جنگیدن و حفظ نمودن سرزمین خود را داشتند، ولی کوروش به پیشوای جنگاوران باختری خود را همچون جانشین و ولی عهد شاه ماد استیک شناس نموده آنها را وادار نمود که مرتبه پادشاهی او را بشناسند و سری جنگ و خونریزی ها بگذرند. در نتیجه باختریان به سخنان او اعتماد بسته یراق‌هایشان را فرو گذاشتند و اختیاراً با کوروش سازش بستند. واقعاً موافق اخبار هیرودوت بعد مرگ پادشاه ماد که اکثر تاج و تخت به پسر او استیک میماند. استیک قریب 35 سال پادشاهی نموده از دست نبیره خودش کوروش کبیر که فرزند مندان نام دختری استیک و کمبوجیه نام حاکمی پرسومش نامی سابقه ولایت فارس بود از تخت شاهی بی نصیب می گردد. کوروش کبیر سال 550 تا میلاد خود را به جای بابایش استیک رسما پادشاهی ماد اعلان می کند. این عملی کوروش کبیر از جانب پادشاهان مصر، بابل، آشور و یونان چون سلسله نوبتی به تخت نشستن یکی از نمایندگان سلسله پادشاهان ماد پذیرفته می شود. چنانه که از نوشتجات سالنامه نبانید کوروش برمی آید، سپس او خزینه پرثروت پادشاهان ماد را از پایتخت آن اکبتان همدان به ولایت فارس انتقال داده حاکمان میانهان کشورهای خردی پرسومش و انشن را از فراموشخانه روزگار به عرصه تاریخ بشریت هدایت می سازد. از بس که در آن روزگار مناسبت دولت ماد با باختر خیلی خوب بود،
در این باره قتیسی نیز خبر داده است: عجب نیست که در ابتدای کار باختریان با کوروش کبیر نجنگیده او را همچون واریسی شاهی ماد شناخته باشند. ناوابسته به آنکه جریان و جزئیات ایران شرقی و آسیای مرکزی را گرفتن کوروش معلوم نیست، یک چیز مسلم است: تمام این منطقه هنوز در دوره او به هیئت امپریای هخامنشیان داخل کرده شده بود. در این باره کتیبه پارسی داریوش در کوه بیستون روشن و واضح شهادت می دهد. در آن در بین کشورهای تابع فارس‌ها مرغینان، مرو، اریه، هرات، باختر، خوارزم، سوخت و بعضی دیگر نامبر شدند. مسئله دیگری بحثناک کدام سال به آسیای مرکزی هجوم کردن کوروش می باشد. مورخان قدیم سال دقیق رخ دادن این حادثه را نشان ندادند. آنها در این باره معلومات گوناگون و با هم مقابل داده 3 وقت را نامبر کردند. یکم بعدی ماد را اشغال کردن بابل، یعنی بین سالهای 539-530 تا میلاد. محققان معاصر نیز به 3 گروه تقسیم شده یکی از این سندها را دستگیری می کنند. مثلا یکی از عالمان معروف این ساحه دندمایف جانبدار سنه 2 بوده. این حادثه را بین سالهای 545-539 میلاد می داند. متاسفانه یگان دلیل قاطع وجود ندارد تا به ما امکانیت دهد که به یکی از سنه‌های ذکر شده برتری دهیم. با وجود این به نظر چنین می رسد که این حادثه باید تا هجوم کوروش به بابل سال 539 تا میلاد رخ داده باشد. به عقیده عالمان معاصر در بین مورخان یونان قدیم اخبار هرودوت از همه با اعتماد تر می باشد. از روی معلومات او این حادثه بعد لیدیا را اشغال کردن کوروش رخ داده است. به قول هرودوت وقتی که گرپک شهرهای آسیای خود را ضبط می کرد، کوروش تمامی کشورهای آسیا را پی هم اشغال نموده تنها بعد این به بابل هجوم کرد. شاید یک سبب اختلاف نظر مورخان یونان قدیم در این مسئله از آن عبارت باشد که بعضی کشورهای ایران شرقی به مثل گیرکانیا و پارت تا ضبط ماد و بی واسطه بعد این حادثه اختیاراً به کوروش تابع شدند. اگر بعضی مملکت‌های دیگری آسیای مرکزی با آنها پیروی کرده باشند عجبی نیست. یعنی این حادثه هنوز پیش از ضبط لیدیا سر شده، احتمال یک چند مرحله را در بر می گرفت. از گفته های هرودوت و دیگر مورخان قدیم یک چیز تا اندازه عیان می گردد. در این منطقه جنگ های کلان رخ نداده بودند و از جانبی دیگر این مورخان درباره حادثه های در این منطقه دوردست شرقی به وقوع پیوسته معلومات دقیق نداشتند. بعد اشغال کردن ایران شرقی و آسیای مرکزی در سری راه کوروش برای حکمران جهانی متمدن دور شدن بابل می ایستاد. آن ترقی کرده ترین مملکت منطقه، مرکز مدنیت و تجارت بود. اشغال کردن این دولت برای پارس‌ها هم اهمیت سیاسی حربی و هم اقتصادی فرهنگی داشت. در عرصه هجوم کوروش وضعیت داخلی بابل به منفعت شاه آن نبانید نبود. تاجران که در بابل نفوذی کلان داشتند
برای به دست پارس ها افتیدن راه‌های سودای آسیایی خورد، روحانیان مذهبی با نفوذ خدای مردوک برای تعقیب شدنشان، یهودیان اسیر و تابع برای مجبوری به اینجا مهاجر گردیدنشان از نبانید ناراضی بودند. کوروش از وضعیت داخلی بابل آگاه بود و کوشش می کرد از آن برای تصرف این کشور حد الامکان استفاده برده اقدام‌های معینی سیاسی دیپلماتی را به کار برد. اما وضعیتی به عمل آمده معنای آن را نداشت که تقدیر بابل الکی پیش از هجوم کوروش حل شده باشد. نباید فراموش کرد که در همه گونه مناقشه نقش حل کننده را اقتدار حربی طرفهای مقابل می بازد. کوروش این حقیقت را خوب می دانست. از همین سبب او برای به بابل هجوم کردن خوب تیاری دید. لیدیا، ایران شرقی و آسیای مرکزی را اشغال کرده عقیبگاه خود را مستحکم نمود و نیروی این کشورها را برای پرقوت کردن لشکری خود استفاده برد. بهار سال 539 تا میلاد لشکری کوروش به خاک مرز بابل داخل شد. او هنگام لشکرکشی و کشورکشایی ها به سوی بابل آوازدار و مغلوب ناپذیر از دیوارهای استوار و استحکام حربی معجزه آسای این شهر بسا اندیشه داشت. موافق معلومات هرودوت، شهری مربع اساس را دیوار و برج‌های مدافعوی بزرگ احاطه می کرد که دورادور آن 480 استادی تقریباً 80 کیلومتر می آمد. دیوارهای محتشم بابل 50 آرینج، چینکی درازی که تقریباً به نالو از 14 متر برابر است پهنایی و 200 آرینج بلندی داشتند و از بالای این دیوارهای پهنی با مناره‌های دیدبانی احاطه شده 2 عرابه 4 اسبه بی ملال رفت و آمی کرد. در دورادور شهر 100 دروازه قفس میسین استوار بود که آنها را با ضرب 10 منجنیق رخنه زدن امکان نداشت. ولی این دیوارهای استوار و دروازه های بزرگی رخنه ناپذیر در نزد عزم و اراده کشورکشایی های کوروش کبیر و مکر سرلشکری او گابریا دیر نپایید. در حالی که والتسر پسر شاه بابل نبانید از استواری دیوارهای شهر خاطر جمعانه مشغول عیش و عشرت و مینوشی بود، دروازه های بابل را جاسوسان زرخرید و قول کاهنان عبادتخانه ایساگل بروی لشکری کوروش کشادند. در طول چند ساعت سراسر شهر و قصر باشکوه شاهنشاه ضبط گردید و حامی شهر والتسر سرخوش را بسا آسان غافلگیر نمودند. و لشکری بابل پسری شاه نبانید بیلشروسور سروری میکرد. در محاربه به عمل آمده فارس ها لشکری بابلی ها را شکست داده پره غلبه کردند. 10 اکتبر همان سال گابریا بی جنگ شهری سیپر و بعد 2 روز بابل را اشغال کرد. 29 اکتبر کوروش کبیر با تنتنه وارد بابل شد. نبانید اسیر افتاد، اما کوروش او را جزا نداده عفو کرد، ولی پسری او بیلشروسور به قتل رسانیده شد. طوری که می‌بینیم کوروش در حالتهای ضروری
نسبت به دشمنان آشتی ناپذیر قطعیت و استواری ظاهر می‌کرد. بعدی بابل را گرفتن، کوروش یک قطار عملهای سیاسی دیپلماتی را اجرا کرد که برای مستحکم کردن حاکمیت پارس‌ها در بابل روانه شده بودند. او معبد اساسی بابل اسگیل را برقرار نموده، به خدای مردوک قربانی کرد و حقوق و امتیازهای روحانیان این خدا را از نو به آنها برگرداند. او اعلامیه انتشار کرده به همه خلقها حقوق و آزادی داد. یهودیان را اجازت داد تا به وطن خود و یا به هر کجایی که خواهند رفته زندگی کنند. پادشاهی بابل و ساخت مأموری اداروی آن را تغییر نداد. این و دیگر چاره‌بینی های کوروش از جانب ساکنان بابل خوشپذیرفته شده، موقع او را در منطقه مستحکم نمودند. بعد بابل را گرفتن کوروش، فینیکیه و فلسطین اختیاری به اطاعت او در آمدند. اکنون در دست کوروش بابل و تمام شرق بحر میان زمین بود. نوبت به یگانه دولت توانای منطقه مصر بود که فارس‌ها آن را ضبط نکرده بودند. همه محققان کاملا درست تأکید کردند که کوروش بی شبهه نیت داشت به مصر حمله نماید، اما برخلاف چشم داشتی همزمانان کوروش و عالمان معاصر، او این کار را به تأخیر گذاشت. ناتنجی های سرحدی قسم شمال و شرقی دولت فارس و پی در پی تاخت و تاز نمودن قبیله مسگیت ها که از اطاعت کوروش بیرون بودند او را وادار می کرد که قصد لشکرکشیش را موقوف گذارد. از این رو کوروش کبیر به مصر که رقیب یگانه‌اش بود هجوم نکرد و به جای خود پسرش کمبوجیه را به تخت شاهی بابل نشانده تابستان سال 530 تا میلاد دوباره راه سرزمین آسیای مرکزی را پیش گرفت. و با فوج سپاهیان بیشمار که از هر قوم و ملت گرد آمده بودند، هدف پایدار نمودن سرحد و شکستن اردوی مسگیت ها را داشت. به نظر چنین می رسد که اگر مسگیت ها به بیخطری قسمت شمال و شرقی امپیریا جدی تهدید نمی کردند، کوروش چنین راهی دور و دراز را طی کرده بر ضد آنها به جنگ نمی رفت. در هر صورت او این کار را کرد و درباره این هجوم هیرودوت و دیگر مورخان یونان قدیم معلومات دادند. روایت هیرودوت را درباره این جنگ بسیار محققان معاصر در مقاله و کتاب‌های خود آوردند و گمان می‌کنم حاجت به تکرار آن نیست. تاریخ شناسان معاصر درست قید کردند که در نقل هیرودوت واقعیت با جامعه خیالات و بدیعیت آرا داده شده است. درباره منسوبیت اتنیکی مسگیت ها و وطن بود و باششان میان عالمان چندین عقیده ها موجودند. از قول هیرودوت چنین به نظر می رسد که مسگیت ها در سرزمین های بین بحرهای کاسپی و ارال و در اطراف آن زندگی می کردند. پیش از آمدن کوروش آنها به قلمرو امپریای او و منطقه های مقیمی نشین پارت، گیرکانیا و ناحیه های همجوار هجوم کرده شهر و دیه های آن را طلب و تاراج نمودند. احتمال به همین سبب کوروش مجبور شد به این منطقه
لشکر کشد. مستگیت ها از این با خبر شده قفا نشستند و به دشت های پهناوری خود رفتند. این اصولی دوست داشته جنگی صحرانشینان بود. آنها به این واسطه دشمن را در صحراهای بی آب سرسان و سرگردان و خسته نموده ناگهان به هجوم می گذشتند. وقتی که کوروش به سرحد سرزمین مسگیت ها رسید، بین نمایندگان طرفین مذاکره برگزار شد. و قول هیرودوت ملکه مسگیت ها زنی بود تامیریس نام که بعد مرگ شوهرش به جای او سروری می کرد. تامیریس به کوروش می گوید که به کشور ما طمع نکن و به وطن خودت برگشته رو. وقتی که کوروش به نزد ملکه خواستگاران را می فرستد، تامیریس او را عیبدار می کند که او با این راه می خواهد صاحب مملکت مسگیت ها شود. از این گفته ها برمی آید که احتمال کوروش از مسگیت ها طلب کرد که پره به او تابع شوند، اما جوابی رد گرفت. طوری که می بینیم کوروش همیشه پیش از سر کردن جنگ کوشش می کرد با واسطه های دیپلماتی یعنی مذاکره مناقشه را برطرف سازد. بعد نتیجه دلخواه ندادنی گفت و شنید، کوروش با درباریانش مشورت آراسته و قراری می آیند که به سرزمین مسگیت ها داخل شده با آنها زد و خورد نمایند. کوروش با فوجی سربازانی سرشمار جانب رود ارکس آمده بر ضد مسگیت ها جنگی آشکارا را سر می کند. برای عبور نمودن سربازان او از بالای دریا کوپرک ها می سازد. در روی کشتی ها برای عبور نمودن جنگاوران برج می گذارد. وقتی که کوروش مشغول این کارها بود، تامیریس سویش قاصدی فرستاد با پیغامی زیرین: دست بکش شاهی میدی ها از کاری که به آن سرگردانی. آخر تو نمیدانی که کاری پیش گرفتت با نیکی انجام خواهد یافت یا نه. باز ایست و در سری امتان خیش پادشاهی بکن. به پادشاهی ما نیز خلل مرسان تا مشغولی کاری خیش باشیم. ولی کوروش سخنان تامیریس را گوش نکرد و با لشکرش از دریای ارکس امو دریا گذشته مسگیت ها را دنبالگیری کرد. در محاربه یکم با دسته های پیشگرد مسگیت ها فارس ها غلبه کردند. در این زد و خورد پسری ملکه مسگیت ها هلاک گردید. تامیریس همه نیروهای جنگیش را گرد آورده به کوروش حمله نمود. و من چنین می نماید که این محاربه از تمام جنگ هایی که بربری ها مسگیت ها تا این دم به سر برده بودند شدید ترینش بوده است. شما گفتار دویم را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.